اصلا ما هم شاعریم، ما هیچ کی واسه ما جا نگه نداشته. داماد برکاتو هم که اونجا لوژ نشسته. بریم ناصر اونجا. بابا ای بابا. نه میام اونجا. اینجا جا هست. اوه. هر وقت که نام عشق را میخوانند، هر جا که نشسته ایم برمیخیزیم. آفرین. بله خیلی ممنون. بله میفرماید که هر وقت که پا منقل تو میشینیم، در دود و دمت بم به اتم میبینیم. آفرین. خیلی متشکرم. بله من بسیجی درد کشیده هستم، اومدم یه چند تا در این مجلس شعر اومدم یه چند تا غزل دارم، 2 بیتی، 20 بیتی، 30 بیتی، قصیده و چند تا رباعی هست که میخواستم اینو خدمتتون بخونم و خیلی ممنون. مرسی. اجازه بدید من شروع کنم. تقدیم مقام عظما. بله. باریکلا. آنان که پی تیغ و چماقند، هنوز با مدرک دکترا الاغند هنوز. باریکلا. این قسمتشو خدمت قسمتشو از آقای احمدی نژاد گرفتم، یعنی تو ذهنم بود شعر رو براشون گفتم که میفرماید با مدرک دکترا الاغند. آفرین. تا صبح همه سریش منقل بودند، بس منگ و خمار و سردماغند هنوز. باریکلا. اینو برگرفته از روحیات خود شما هستش که من قسمت منگ و خمار و اینا رو قسمت. خیلی متشکرم. بله. 2 بیتی بعدی میگه که آن دزد سیه رو که چه بد آیین بود، روح الله مردان خلاف سنگین بود. یعنی همچی بفهمی نفهمی خلافشون چی؟ آگاهشون نوکریتم از اونا بود. بله. آن روز که نعشش به درک می بردیم، تا بود سبک ولی خودش سنگین بود. آفرین. صفا میکنی شما. بله. یک بست دگر بزن، یعنی که یه بست دیگه بچسبون، یعنی اینجوری. یک بست دگر بزن زغالم سرخ است. امان از زغال خوب، امان از زغال خوب. میخواره دماغم، یعنی داره کنده میشه دیگه. چش و چالم سرخ است. بله. تکخال اتم چو بر زمین کوبیدی، یعنی همچین ریختی پایین، 100 پاره شدیم. ببین چه خالم سرخ است. یعنی من قسمت قبلیشو در متن خود شما در روحیاتون گفتم، این قسمت خالم سرخ است رو برای خودم گفتم. آفرین. باریکلا. خیلی ممنون. مرسی. ما در همه جا در پی شر میگردیم، یعنی همچی بفهمی نفهمی داشت چی؟ آجود شرخره تو این کاراست. آفرین. چت کرده و منگو در به در میگردیم. لب تر کنی از عراق تا سومالی، یه گوشه چشم که بیاید داشت چی؟ ایمت اومد خودست رفته. آره. لب تر کنی از عراق تا سومالی، سرپا میریم آشولاش بر میگردیم. یعنی تیغ خورده، یعنی شیشلا. آفرین. یه باری کلا دیگه. خیلی ممنون. مرسی. دیدم که شبای قبل از اینکه این شعر رو براتون بخونم خواستم بگم که این شعر رو اصلا مخصوص خود شما در بس دیدنتون، در دیدنتون این شعر رو همونجا به ذهنم زد و گفتم که میفرماید دیدم که شبانه می روی زیر پل، گفتم که چه کار میکنی ای منگل. آفرین. گفتی که روم من از پی گل چیدن، آفتابه به دستت بود و دست دگرت هم یک گل. آفرین. صفا میکنی. آخرای شعرهای ما رو همه رو شما بلد بوده آقای عظما. شما چند سالتونه آقا جون؟ زود خودمونی شدی ها. من خودم الان 7 سالمه، ولی خب همسن و سالم الان 40 سالشونه. آفرین. ماشاءالله برای خودش رو نشان داره.